آقای چشمی شروع فصل چطور میبینید؟ نقل و انتقالات چطور بود؟ ببینید تیم بستیم در حد لالیگا. مونیر حدادی آوردیم از بارسلونا، آدان هازارد آوردیم دروازه‌بان از رئال مادرید. منتخب جهان بستیم، منتظریم لیگ شروع بشه شخ بزنیم لیگو. آقا منتظر ما باشیم. چشمی بله 2 بازی کردید چه ریدید؟ آقا ما هنوز تیم بسته نشده درستابی. از هفته 20 به بعد باید لیگو شروع کنه. بعدش هم آقا استقلال آسیا تخصصشه. نه آقا کی لیگ برتر رو نگاه میکنه؟ آسیا بذار شروع بشه. ببین همه رو ترور میکنیم. شما وایسید استقلال فقط آسیا. آقای چشمی بله تو آسیا هم که ریدید، 7 خوردید که. آقا من 100 بار مسابقه کردم. من فقط به خاطر مادرم که آقا نذر کرده بود، به خاطر آقا امام زمان ما یکی دیگه جا داشتیم. ما می‌خواستیم نذر ادا کنیم. اینا چه می‌دونن یه کفار ریختن اونجا، خالکوبی مالکوبی، اصلا نمیدونن امام رضا کیه. ما فقط به خاطر امام رضا که یه دونم خودم زدم بشه 8 تا فقط به خاطر آقام امام رضا. آقای چشمی آقای چشمی و کیره خر